خب استاد عزیز وقتی که ما میمیریم نامه اعمالمون را در قبر به ما نشان میدهند یا در قیامت. اگر در قیامت با دستمان دهم پس چگونه در قبر میفهمند که ما بهشتیم یا دوزخی؟ برادران عزیز و گرامی، نامه اعمال روز قیامت است. ما در خانه قبر اینقدر فقط از احادیث های گرامی پیامبر نازنین ما اینقدر فهمیدیم که ما را میپرسند که مقصد انا پروردگارت کیست و پیامبرت کیست و دینت چیست؟ ما وقتی این جواب ها را که میگیم دیگر برای ما برادرای عزیز تمام دیگر اینجا در ما مقصد از همون سوال ها که گذاشتیم اینجا یک بشارت دیگر است. میگه هرگاهی که اگر از سوالی منکر و نکیر که شما خلاص شدین، یعنی ما بعد شما یعنی قیامت شما دیگر آسانه. مشکل همین اولین بار در قبره، دیگر اون طرف برای ما آسانه. خدای مهربان نگهبانتان باشه. سوال دیگر، آیا کودکان نابالغ و پیغمبرها هم در قبر میپوسند؟ اگه فقط در قبر نپوسیدن، این جسد پیغمبرها را گفتند، جسد نفرهایی که شهید شدند، جسد عالمهایی که در علم عمل کردند، اینها را گفتند نفرهایی هستند که مقصد در قبر یا در خاک جسدشون نمیپوسند. استاد عزیز، درباره زنهایی که زن دوم میشوند و زندگی زن یکم را ویران میکنند، التماس یگان صحبت کنید تا عبرت شود، چون که امروزها این گونه از زنها زیاد شدند. اگه همه اینا عیب زنها نیستند. وقتی یک نفر زن دوم میگیرد، من که 10 بار گفتم که شما وقتی که اراده زنگیری میکنین پیش و پستانه فکر کنین، به همو مقصد امکانیت های خودت، به همو غیرت و بغیرتی خودت، همه همین ها را مقصد اول پیش رو بیاریم، بعد این کار کنیم. برای همین زن یکم زن دوم مقصد زندگی ویران کرد، زن دوم زن یکم همه از حساب خود هم مردکی است که همین کار در مقصد سببگار شدگی. برای همین این چیز ارزش نداره که بسیاری از جوانان را میبینی مقصد میان پیش ما میگن برای اونه که مقصد همین زن دوم خرسان شود میان زن یکم غیبت میکنم، زن یکم کمبودیوش میگم، یا برای اونه که زن یکم مقصد دیلش خرسان شود زن دوم مقصد تنقید میکنم. خیلی همین قدر گپ داری، همین قدر بگیم غیرت داری، همین قدر عقل شعور داری، آخی برای تو زن چی در کاره؟ نخواه که مقصد شیرینی زندگی تو یا مستحکمی زندگی تو یا مقصد بگیم دوستداری اکو تو با همین راه باشه. در این خیل حالت من همین قدر میگم که این مردک دیگر نه در پیش زن یکم محترم و اعتباری، نه در مثال بگیم در زن دوم. برای بسیاری کاری همه این زن اینجا همون زن دوم از حساب آنه که همین مردک وقتی گرفتی اگه مادامی غیرت که نداری، مادامی حیبت نداری، مادامی که سیاست نداری، او مقصد زن میزنه، زن یکم حقارت میکنه یا زن یکم زن دوم حقارت میکنه. همه ای از حسابی همون سستی بگیم مردکا هست که کار به این راه میاد. بابا جان شوهر گفت که رو یک شوهر عرب کن و من مبلغ روان کن، من با این شوهر چیکار کنم شما گویی؟ اگه خواهرای عزیز خیلی مردها را مردهای بیناموس میگن، وقتی میگه که برای یک عرب بگی مقصد حساب عرب مده پول روان که انا یکی تو زنی ما باش. برادری عزیز یا خواهری عزیز،
این انسان این خیلی آدم ها را مرد نگناخه که ای حسابی نفری را که تو میره قطعی او مقصد شیشت خیز میکنی و باید پول روان میکنی یا پول میخره. الله مهربان پرده کنه از این خیلی نفرهایی که مقصد شما را به این کار دلالت میکنه. این بسیار زیشته. اگر همین خیلی نفر باشد خواهر عزیز با این خیلی آدم یه روز زندگی کردن حرامه بخدا. این انسان هم نیست. استاد همین دعا را به ما ترجمه کنید و فهمونید. اللهم اینی اسألک من فضلک و رحمتک فانه لا یملکها الا انت. معناش همینه که پروردگارا من فضل تو را میخواهم و من رحمت تو را میخواهم، زیرا اینکه این فضل این رحمت تو را بجز ذات تو کسی ندارد و کسی صاحب نیست. یعنی خدایا از فضل خودت، ای مرحمت خودت، از عطاهای خودت برای من نصیب بگردان، زیرا آن چیزی را که تو برای من میتی دیگر نفرها داده نمیتوان. معناش همیه. میگویند خدا از این بد نکند. آیا گفته این کلمه درسته؟ درسته. این بسیار دعای خوبه. برادره از هرگاهی که ما مثال بین یک شکرگزاریه. وقتی که اصلا مردم تاجیکی ما اگر یک درمندک میشوه بین میگه الله مهربان سپاسگزاریت میکنم که تا امروز تنی صحت داشتم که امروز درمندم کردی. خدایا با ای بدم نکن. مثلا امروز اگر چشم نابینا کرده خدایا با گوشم ناشنوا نکن. زبان و مقصد گنگ نکن. یعنی از این بد نکن همینه. استاد در میوه یا نان اسم الله پیدا شود خوردنش درسته. اگر در میوه یا در نان در هر چیزی که اگر اسم الله باشد خوردن همون چیز حلال باشد خوردن بگیرید او هیچی باکی نداره. زن کار کند و مرد در خانه خورده خواب رود. این مرد در نزد خدا چی حکم داره؟ البته گناهگاره. خواهرای عزیز آفرین شما که وقتی میرین کار میکنین همین خیلی مردها را در خانه نان میتین. من بسیار بدانم خیلی مردها را که میگه اصلا میگه خواهش کار کردن نداره. یکی در خانه ده ها حقارت هم زن میکنش یکی شما حقارت نکنید. بیارین یا تکنون نبتینش. نیت نماز را با زبان عربی گویم درست است. نیت نماز برادرها و خواهرای از یک عملی هست که مقصد همون قلبی هم باشد بسه. من در درون دلم نیت میکنم که نماز بامداد مثال سنت بامداد میخونم الله اکبر هم گم بسه. فقط و مع لفظ افضل گفتن در عباره ها یعنی از باب بگیم افضلیت، از باب اولویت، همین که شما نیت کنید. نیت کردم بگذارم در رکعت سنت نماز بامداد وقتی بر من است روی آوردم به قبله به جهت کعبه. همین را وقتی میگفته یعنی معناش چیه؟ که همین دوستای خدا میره گفتن که تو تیار شدن میگیری در نماز. این همین قدر مقصد کار دارد. و الا اگر نگویشم با دلت نیت کنی الله اکبر هم بگوی میشود. مدت 5 سال میشود سوره واقعه را پیش از بامداد یا بعد بامداد میخونم. آیا این هم در شب حساب میشود؟ حساب میشود. بابا جان در قبر کتاب قرآن گذاری جایز است؟ هیچ وقت جایز نیست. شما قرآن وقتی اگر در داخل قبر موندین شما گناهگار میشین. این کار هیچ وقت نکنید. اگر ورقای ویران و پوسیده باشد میلش برین زیر خاک کنید. لیکن قرآنی نو برده در خانه قبر موندین شما با عدد هر حرف در پیش خداوند گناهگار میشید. میگویند که تقدیر هم هست، تقدیر جنبان هم هست. این چی معنا دارد؟ یعنی تقدیر هست و تقدیر جنبان هست. آیا این چی معنا دارد؟ هر دو یک معنا هست. یعنی چندین آیت ها و حدیث هایی که در باب تقدیر آمده است البته ما به همه اونها ایمان داریم.
و تقدیر جنبان هم همون الله هست. معین میکردگی تقدیرم الله هست، همون تقدیرم می جنباندگی هم الله هست. یعنی مقصد دو تقدیر نمیشود. خدای مهربان هر چیزی را که اگر در مقدرات ما، در تقدیر ما نویسانده باشد، مثال الله مهربان نویسانده است که مقصد همین فلانی ابن فلانی باید 50 سال عمر بیند، ولی با در همون جا آمده است و سبب آنه که همین انسان همیشه دست به کار خیر که دارد، همیشه پای به عبادت که دارد، به خاطر همون دست به خیرش، به خاطر پای به عبادتش، ما 10 سال دیگر در عمر همین باز زم کردیم. همون تقدیر جنبانی که میگین همون الله باز مقصد در همون تقدیرش که زم کردنی با 10 سال دیگر اگر آورده باشد، مقصد همین را مردم در نظر داره که یعنی تقدیرم که باشه با تقدیر جنبانم هست. برای همین یعنی بله تقدیر خداوند دیگر میکنه به شرطی که در همون مقدرات ما نویساندگی باشد که من تقدیر همین آدم در دوام عمرش با دیگر میکنم. اگر همین را الله قید کرده باشد میشود. گفته است استاد قرآن رو چه ختم میکنیم؟ یعنی قرآن رو چه ختم کنیم؟ ختم کردن قرآن کلمه ختم خودش به اتمام رساندن، یعنی از ابتداش وقتی که شما آغاز میکنین از سوره فاتحه، در سوره ناس که آخران سوره از قرآن است که تمامش کردی و خواندی، میشود ختم قرآن تمام. و این ختم قرآن میتونی که در حق جمعی گذشتگان اولادهای خودت، از مثال اگر شوهرت میتونی که از تمام هزارها آدم در که بخشیش، انشاءالله مقصد ثوابش به همش میرسد. بابا جان شما گفتید که آدم ها در بهشت 33 سال عمر میبینن، 33 سال عمر میبینن، بعد از 33 سال چی گپ میشود؟ نه، من نگفتم که اونها 33 سال عمر میبینن. یعنی همین همچو اهل جنت یا اهل دوزخ با همون عمر 33 داخل جنت، داخل مثال جنت میشود، دوزخیاش مثال داخل دوزخ میشود. یعنی در حالت 33 سالگی که یک وقتی همون بگیم تنومندی شای، وقتی همون جوانمردی شای، با همون تنومندی و با همون جوانیش باقی میماند، دیگه او پیر نمیشود. از مثال همون شکلی که در 33 سالگی هست، همون شکل دیگه در جنت دائمی میماند. معنای اون سخن ما این است که تا 33 سالگی را عمر منه با همون شکل و با همون زیباگی که در 33 سالگی است، با همون طریق مثال داخل جنت میشود و با همون طریق باقی میماند دیگه. آیا همه پیغمبرها عرب بودن؟ نه برادر عزیز. یعنی 5 پیغمبر میگن پیغمبرای از مثال عرب بودن. یکی حضرت هود، یکی حضرت صالح، یکی حضرت شعیب، یکی حضرت اسماعیل، یکی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. 5 نفر پیغمبرای عرب، یعنی از بنی عرب بودن. خب ورزشکارها گوشهایشون رو میشکنن، آیا این درست است؟ از روی اسلامی درست نیست. بعضی ورزشکارها بوده است که گوشهاشون خچون میشکسته. این شکستن او برای هر یک ورزشکار درست نیست. اگر خودش در حالت همو ورزش، در حالت همو مثال مسابقه ها و در حالت همو
машқотон агар шикана майш, лекин шумо хутон ба дасти хутон ҳеҷ вақт гӯшотон ҳарчи боша нашиканед, албатта гунаҳкор мешед. алло оқибати ҳамамона бихайр, имонамона бо саломат нигоҳ дорад. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.